رضوی.tv معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. در مسئله حقانیت شیعه و مخصوصا در مسئله مظلومیت صدیقه اطهر علیها السلام با دو جریان روبرو هستیم. یه جریان غیر منطقی تکفیری سلفی وهابی ناپاک مزدور استکبار جهانی ضد اسلام و کافر و نجس العین که منطقی جز لبه تیز خنجر ندارد. اما در کنار این جریان یه جریان دیگه هم هست که اینها به ادعای منطق، به ادعای استدلال روی مظلومیت صدیقه اطهر علیها السلام یه تحلیل میگذارن. چون مظلومیت فاطمه زهرا علیها السلام چیز انکار کردنی نیست، بجز این جریان ناپاک تکفیری هیچ جریانی به طور رسمی مظلومیت صدیقه اطهر علیها السلام رو انکار نمی کند. منتها اونایی که مدعی منطق هستن یه تحلیل روی مظلومیت از زهرا میگذارن. میگن خب آقا در او زمان میگن مظلومیت از زهرا درست، شهادت از زهرا درست، در خانه را آتش زدن، حالا هر حادثه اتفاق افتاد. خب این یه ظلم ارادی نبود به دختر پیغمبر. کسی با دختر پیغمبر و خانواده پیغمبر عناد نداشت، دشمنی نداشت. این یه قضیه تصادفی و پیش آمد بود. یه درگیری سیاسی تو شهر بعد از پیغمبر به وجود آمده. خب در این درگیری سیاسی که به وجود آمده است، یه خانم حامله باردار جوان اومد وسط قضیه جلو مردم رو بگیره که مردم سرنوشت خودشون رو دست خودشون نگیرن. خب طبیعی است وقتی که یه خانم بیاد جلو مردم رو بخواد بگیره در یه درگیری سیاسی، این پامال میشه، لگدمال میشه، هم بچه‌شو سقط میکند هم خودش مجروح میشه. والله کسی نمیخواسته به حضرت ظلم کند. یه همچه تحلیلی میگذارن. اولا ریختن در خانه امیرالمومنین به زور رأی بگیرن از علی و از کسانی که تو خونه امیرالمومنین بودن. خب همینجاست که ثابت میشه مردم سالاری نبوده، این توطئه بوده، این فتنه بوده، اعمال زور و اعمال قردری بوده در مقابل یه حقانیت و یک واقعیت اصیل اسلامی که حاکمیت خداست. و بعد حضرت زهرا تو خونه خودش شهید شد. اینجور نبود که به سر راه وایسته پامال بشه. پشت در آمد، احتجاج کرد، استدلال کرد، حرف زد. و منتها در حرف زدن، در استدلال مقاومت کرد، وایستاد. امیرالمومنین هم تو عرصه نیامد. چون اگر علی تو عرصه می آمد میگفتن علی زور داره، علی قلدره، علی قدرت داره، علی اول قهرمانه، آمده تو میدان برای که جلو مردم رو بگیره. مولا تو اتاق نشست، فاطمه علیها السلام پشت در بود، استدلال میکرد. صدای زهرا بالا گرفت، صدای مردم بالا گرفت. او طرف در علی از خانه بیرون نیامد. تهدید کردند، مولا صدای تهدید رو شنید که الان خانه تو آتش میزنیم. علی از اتاق بیرون نیامد. حتی شعله آتش بلند شد، دود از در خانه بلند شد، علی از اتاق بیرون نیومد. کی علی از اتاق بیرون اومد؟ وقتی ناله زهرا بلند شد، یا فزة خذینی والله قتل ما فی احشایی، فزه بیا مرو بگیر، بچه بو کشتن. رضوی.tv معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.